بسم الله الرحمن الرحیم. با الله پاکی نامه. در مورد کمانگی توضیح داد. چند روز پیش کمانگ طریق بستنی رنگوک چونکا بسته نبود. توضیح ده فقط این قسمتی من طلا این کمانگ نه ها نو این قسمت که این کشی بسته شی باید این مثلا ایشی ادامایت اگر این قسمت بیاید گرا کمانگ واشت دست ننندید او ده کار کنه واش کمانگ گون کار نبو بعد ای جاگه بود انچه قبلا عرض کو اگر کمانگ استاندارده از این جاگه که اس سر مارو استاندارد کمانگ البته یک لانکوٹ کی چو دست بدار ای پوچی که هست ایدی بند این اندازه بعضی تو هم بند که مثلا باز ته مشت ازیت کن ای از طریق بستنی نو پدا منت نخ نامری چه نخ برای مثلا کمانگ مناسب و کجا نخ مناسب و برای کمانگ واش کرتے ہیں. حالا یک بزرگوار رابطه کمانگی واش کرتد رابطه نخی زورتد کلوفته نخی زورتد نو این نخ ایشی برای کمانگ مناسب و مثل مود بارگو و واشیشو که هیچ وقت ایشی دیگه نسدید مثل دنباسم که مثلا یک کمانگی تو بنده همه کار کنه موده نیستدین ایشی دیگه نسدید ای گرگرهی ایشی همه اکسیو ای گرگره درگیجن دوستان بزرگوار نو ایشی چون کنه انچکو ارزن کو یک چی هست شاید پچو ایشی رو بگیرن بگیشینن باز کنن گویا میخی بنده اندازه کمانگ اول در بیاره اندازی در بیاره نو همه اندازه کمانگو نوشر پیچن تاکه آخر رسید اپا دیگه گرگره در کنه گرین بجنه هر یک کرشش دانگ ما یک چوشینه بسه برای یک کمانگ کافیو یک چوشینه کافیو شلب ده تاییو تا 6 دانگ 7 دانگ استانداردیو این ادامه آموزش کمانگ که من کمانگ گدگه نخ ناماری کلوفتنش نبود لاتا که مثلا نخ منجوق دوچه پولکان دوچه این خانه نبه فقط آخریش مثل مودو چه مثل مود بارگو این نخ برای کمانگ مناسبه و بجوز این نخ ته پلاستیک نخ ناماری هیچ نخ جواب ندن انچه که کمانگ ما بسد نخیش خرابی نکرتد جوابی ندهد تمام یا نخی آواز کرد واش نکن ایو کمانگ جواب بدن امید کنن که الله پاک تمام واجهانا صحت و سلامتی بدن و این کلیپانه که ما نسبت به درخواست واجه خدا بخش که این واجه هم یکی از بزرگوارانی که برای وتی قوم و برای وتی دود ربیدگ برای وتی آداب زحمت کشید و ما گدل جولانکی از این واجه منتوارا که واجه ما را هم لایق داند عنوان شک ما شاگرد این چیز تنی بلند نه بلکه چیزی که ما سکتا شرا برای دوستان ارائه دیں تا یک دوسری اگر کمانگی خراب بود پتاموت کمانگ ببندید اگر سروزی سیمتار پاس پتاموت سیمتار کن اگر خروکی نبورتا وتی پتام بوره یعنی هدف شو که وات خود کفا بود جو انچین جاگه است دوست هست برای مثلا کمانگی سال کمانگی کب تک کسی نبنده یا استاد نه بندی تی باز پیش آتا انشالله یک کلیپا مفید ببین و دوستان بتوانند استفاده بکنن در آخر دعای کنه که الله رب العزت تمام بلوچ کو هر کجا هست آنه صحت و سلامت بکن هیچ گونه سختی آنه مدن و اتفاق و اتحاد بین تمام بلوچ قوم الله پاک ایجاد بکن و شمای کسر شمای خدمتگزار فرید بلوچ از شهرستان سراوان.